خب خدمت دوست عزیزمون امیرخان عطری ما رو آوردی با صفا در محضر آقای دهقان استاد. چه کافه با صفایی. به به. بگو کافه کدوم منطقه یزده؟ این هم قهوه یزدی ما خوردیم جای شما خوردیم. خب آقای دهقان یه توضیح در این قهوه یزدی میدیم ما. قهوه یزدی پیشینه چند صد ساله. آقای دهقان ببخشید یه قول باید بده اگه شما توضیح با یه دهم برای ما بخونه همین. باشه جای اوکیه؟ چشم. بفرمایید. قهوه یزدی پیشینه چند صد ساله بیاس به طبخ قهوه طعمش طبخش فرق. طبخش اینه که چند ساعت طول میکشه پختشه توی حساب پختن این تره ترک با آب ادغام میشه پخته میشه چند ساعتی باید به جا صاف بکنیم قهوه حالا یا پارچه یا تولی صافش میکنیم و بعد نبات یا قند یا شکر این سه تا شیرینی بهتره که نباتش کنیم ادغام میشه به حالا یا میکس و بعد میره دم کردن هیلو گلاب هم میره داخل قهوه و این قهوه را از سردی میره کاملا گرم یعنی دستگاه کار صنعتی قهوه صنعتی اسپرسو اونا سرد دونو قهوه عربیگاهی رو مثل اینا دوناش کاملا سرد و خشکه ولی به خاطر که ما این قهوه از گرمش کنیم هیل داره گلاب داره نبات داره و میاد گرم طبعش گرم میشه طعمش هم متفاوته از قهوه دیگه اصلا هل بهش طعم میده بله و گلاب سه تا مجونه که این قهوه را بلسونه گلابش کلا حالت آرام بخشم هست